سلام به یه هفته کتابی دیگه خوش اومدید. خب امیدوارم که خوب باشین. من گفتم که توی این هفته بیام یه حالت ولاگ تور براتون ضبط بکنم، روزهای مختلف اگر شد بیام ویدیو بگیرم، به خاطر اینکه من سرخ و سیاه استاندال رو از نیمه رد کردم و با خودم عهد کردم که تا آخر مرداد تمومش کنم. الان 381 حدوداً 200 خورده صفحه مونده و نمیدونم که آیا میتونم تو این هفته تمامش بکنم یا نه، ولی گفتم که حالا بیام براتون ویدیو بگیرم، هر روزی که تونستم بخونم و راجبش صحبت بکنم و امیدوارم که تا پایان مرداد تموم بشه. و خیلی هم اوضاع بدی شده، روزانه 4 ساعت برق میره، بعد اینجا هوا ابریه، نور نیست و من نمیدونم از این به بعد پاییز و زمستون چجوری میخوام ویدیو بگیرم و خیلی ناراحتم از این بابت. الان فکر میکنم نور کمه یه خورده، ولی دیگه به بزرگی خودتون ببخشین، نمیدونم چیکار میتونم بکنم. بعد رفتم جلوی موهام کوتاه کردم و اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم با موهام. اینا برای ما نیست، برای این دختراست که میتونن موهاشون استایل کنن. من همینجوری احساس میکنم مثلا چند تا شیوی جلوی مو ریخته اینجوری و خیلی ضایع شده. خلاصه که آره الان امروز همه چی دست به دست هم داده که من عصبی بشم. مثلا امروز دوشنبه است و من گفتم صفحه 380 حدوداً 6 روز مونده تا پایان مرداد دیگه و حالا گفتم ببینم که چقدر بخونم میتونم تا آخر مرداد تمامش بکنم. کتابی هم نیستش که من بخوام بیشتر طولانی کشش بدم و هی صبر کنم و آروم آروم بخونم. نمیتونم بگم دوستش ندارم، نمیتونم بگم دوستش دارم، یه حس اینجوری بهش دارم. حالا براتون توضیح میدم که داستان از چه قراره. نویسنده کتاب استاندال، که استاندال اسم مستعارشه، اسم اصلیش هانری بیل اگر اشتباه نکنم و درست تلفظ بکنم هستش و نویسنده که یه جورایی بعد از مرگش به شهرت میرسه و تو دورانی که کتاب رو مینویسه خیلی ازش استقبال نمیشه و اینها، ولی بعد از مرگش خیلی کتاب ستایش آمیزی میشه و آدم خیلی نویسنده های دیگه و اینها خیلی مشتاق میشن و خیلی ازش تعریف میکنن و اینها و خلاصه مشهور میشه بعد از مرگش. و همطورم که گفتم بهتون تو ویدیوهای قبلی، آقای صحابی خیلی مقدمه های خوبی می نویسن، یعنی قشنگ میان کتاب رو برای تو باز میکنن، دورانی که کتاب نوشته شده، نویسنده چه روحیاتی داشته و اینها. من ترجمه هاشون رو خیلی دوست دارم. حالا این چیزایی که دارم میگم طبق مقدمه‌ایه که آقای صحابی نوشتن و یه جورایی هم برداشت های خودمه هم با نگاه به اون مقدمه. سالی که کتاب داره نوشته میشه سال 1800، یعنی داره روایت میشه در واقع سال 1830 و مثل که سال 1830 تاریخ مهمیه در فرانسه. حالا من هنوز نمیدونم که چرا، ولی میدونم که تاریخ مهمی، انگار باز یک شورش اتفاق میفته و انگار که دوباره پادشاهی برانداخته میشه و اینا. دقیق چون نمیتونم خیلی راجع به صحبت نمی کنم، ولی
استاندال خودش توی توضیحاتی که راجع به کتاب داده و حالا گفتگوهایی که راجع به کتاب کرده و صحبت‌هایی که کرده، گفته کتاب من یک جور وقایع نگاری تاریخیه. یعنی خیلی به تاریخ پایبنده و میگه که این انگاری که عین واقعیته و داستان رو هم یه جورایی از یک حادثه ای که در روزنامه ی حوادث حالا خونده بوده و اتفاق افتاده بوده و داشتن دنبال میکردنش اقتباس میکنه و برمیداره و به خاطر همون میگه که یه جورایی انگار عین واقعیته. مثلا تو مقدمه همین جمله ای که باهاش مقدمه شروع میشه رو براتون میخونم. میگه که رمان آینه است که در جاده بزرگی در حرکت است. گاهی آبی آسمان ها را در نظرتان می آورد و گاهی گلولای و لجن چاله های راه را و شما کسی را که آینه را به دوش می کشد به بی اخلاقی متهم می کنید. آینه‌اش لجن را نشان می دهد و شما آینه را متهم می کنید. و این گفته استانداله خودش بارها این رو در جاهای مختلف تکرار کرده و این رو هم ظاهراً در یک واگویی هایی از یک کشیشی حالا انگاری در یک کتابی برداشته و اقتباس کرده انگار از جمله های اون کشیشه. اون کشیش در واقع گفته بوده که شرح تاریخ آینه‌ایه که عیب‌های خواننده رو بهش نشون میده و آقای صحابی توی مقدمشون نوشتن که تقابل این دوتا نظریه است که رمان سرخ و سیاه رو میسازه. رمان تو چه پس زمینه ای داره روایت میشه؟ ببینید دورانیه بعد از ناپلئون که دیگه یه جورایی اسم ناپلئون رو نمیشه آورد. ترسی آدما دارن از این که بگن ما طرفدار ناپلئون بودیم، هستیم یا هر چیز دیگه ای. دورانیه که دوباره مذهب خیلی قدرت گرفته و آدم‌ها اگر بخوان به یک جایگاهی برسن، به یک منفعتی برسن، باید جز دو دسته باشن. مثل عنوان کتاب سرخ و سیاه. سرخ نماد ارتش بوده و سیاه نماد کشیش ها بوده چون لباس مثل سیاه به تن داشتن کلا. و تقابل این دو گروه انگاری یه جورایی و بازی این دو گروهه که آدم ها چجوری خودشون رو سعی میکردن توی اون دوران بین این دو تا گروه جا بدن تا به یک منفعتی برسن. و یه چیزی که برای من خیلی جالب بود این بودش که اولا استاندال خودش طرفدار ناپلئون بوده و در ارتش ناپلئون هم اونجا توی ارتش ناپلئون هم بوده و توی سری از جنگ ها هم جنگیده و علاقش رو تو کتاب حالا از زبون شخصیت هاش داره نشون میده. و داستان کتاب رو حالا ویدیو قبلی براتون تعریف کردم. داستان یه جوانیه به اسم جولیان سورل که پسر یک چوب فروشیه که خب از طبقه پایینن. پدرش وضع مالی خوبی داره ولی بالاخره از طبقه پایین جامعه محسوب میشن دیگه و خیلی هم به پسرش علاقه ای نداره و این پسره یه جورایی طرد شده است از سمت خانواده. نه برادرهاش خیلی بهش محبتی دارن نه پدرش و خیلی آدم جاه طلبیه. خیلی آدمیه که همش فکر میکنه چه راه و روشی من انتخاب بکنم که به یک جایگاهی برسم، به یک منفعتی برسم و شیفته ناپلئونه. داستان درباره اینه و عشقهایی که تو مسیر حالا تبدیل شدنش به یک آدم مهم شاید توی اون مسیر جاه طلبانش طی میکنه و با این زنها برخورد میکنه. دو تا زن توی زندگیش هستن که در واقع کتاب اول در رابطه با رابطه جولیان با یک خانومیه که زن شهردار در واقع یه شهرستانی نزدیک روستای اینها
بوده و ژولین اونجا میره برای پرستاری از بچه هاشون. یه رابطه عاشقانه بین اینها شکل میگیره و کتاب اول داستان اینه، یه جورایی نجات پیدا میکنه از اون رابطه و رسواییش گریبانگیرش نمیشه در کتاب اول. در کتاب دوم حالا طی شرایطی و داستانهایی میرسه به اینکه بره در خانه یه شخصی که خیلی آدم با نفوذی بوده در دربار فرانسه و خیلی ثروتمند بوده و اشرافزاده بوده و اینها، بره در خونه اونها ساکن بشه و یه جورایی بشه منشی اون فرد، نامه هاشو جواب بده و خلاصه کارهاش انجام بده دیگه. اون شخص هم 2 بچه داشته، یه پسر و یه دختر، و رابطه ای که شکل میگیره بین این ژولین و دختر این شخصه که اسمش ماتیلده. فعلا اتفاقی نیفتاده که من بهتون بگم که اوج داستانه و طبق چیزی که در مقدمه خوندیم قرار یه حادثه اتفاق بیفته، یه جنایتی قرار اتفاق بیفته، هنوز هیچی معلوم نیست و ما فعلا داریم رابطه این آدم رو با این افرادهای مختلف میبینیم و مسیر تبدیل شدنش از یه آدمی که خیلی جاه طلبه به شخص مهمی که ببینیم آیا اصلا صاحب نفوذ میشه یا نه. و تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم یه شخصیت عجیب غریبی داره، یعنی یه جاهایی هست که میگی چه کار خوبی کرد، آفرین دمش گرم فلان، چه آدم خوبیه، یه جاهایی حالتو به هم میزنه، یعنی یه جوری یه رفتارهایی از خودش نشون میده که واقعا متنفرت میکنه و شاید نبوغ اسکاندال هم در همینه که تو رو هی میبره میکشونه بین این بازی ذهنی که آیا به این شخص حق میدم این کار رو انجام بده، آیا آدم درستیه نیست و چطور اینها. و یه چیز دیگه هم که بگم بهتون و آقای صحابی هم بهش اشاره کردن، نثر خشک اسکانداله، یعنی توصیفی نداره، فقط داره یه سری اتفاقات رو روایت میکنه. نمیگم که داستان جذابیت نداره و تو رو نمیکشونه و جذبت نمیکنه، ولی خیلی خشکه. اون ارتباط صمیمانه رو با مخاطب انگار نمیتونه، با خواننده نمیتونه برقرار بکنه و صرفاً داره داستان رو روایت میکنه، داستانی که درش بی‌طرف نیست نویسنده. بهتون سری قبل هم گفتم اظهار نظرهای جالبی میکنه. یه بار میگه که مثلا من این کاری که مثلا ژولین کرد و من مثلا تایید نمیکنم و اینها. و اتفاقا من امروز داشتم میخوندم علامتم زدم، گفتم براتون بخونم، جالب بود. اینجا مثلا نوشته که نگارنده از آنجا که ماتیلد را دوست دارد به زحمت ناگزیر از این اعتراف است که او از چند نفر از این جوانها نامه‌هایی دریافت کرده، گاهی هم به آنها جواب داده بود. جمله‌اش رو ببینین، نمیشه که ماتیلد رو دوست دارم ولی مجبورم اعتراف کنم که مثلا این کارا رو هم کرده. و این جاهاش خیلی بامزه بود، مثلا انگار می‌خواست یه ارتباطی برقرار کنه با خواننده، بعد مثلا می‌خواست نظر شخصیش رو بگه و اینها. من تا حالا رمانی نخوندم که نویسنده مثلا اینجوری اظهار نظر بکنه. برای من این تیکه هاش جالب بود، ولی اون نثر خشکش یه ذره منو اذیت میکنه. یعنی میدونین من کتاب هایی خوندم که یه جورایی انگار از اون یه جورایی انگار بینش توشون شاعرانگی بود، یه ذره توصیف های عمیق و جذاب داشت، یه نمایی رو برای من باز میکرد، یه
چیزی برای من میساخت که وقتی مثلا دارم کتاب رو میخونم با تصور اون کتاب به جونم بشینه. ولی این اینجوری نداشت دیگه و انگار که استاندال کتابش بین دوتا دور است، داره در واقع گذار متن رو نشون میده از دوره رمانتیسم به رئالیسم، یه جورایی انگار بین این دوتاست. و یه چیز خیلی جالبی که وجود داره اینه که من متوجه شدم که بالزاک کتاب رو خونده بوده و دوست داشته. چقدر من چند وقت همش دارم اسم بالزاک رو میارم، خیلی جالبه. هر کتاب میخونم به بالزاک یه جوری ربط داره و خب عجیب هم نیست دیگه، تو دوره ای دارم کتاب میخونم که خب بالزاک بوده و نویسنده مشهوری هم بوده و اینکه خوبی در یک فاصله زمانی مشخص کتاب خوندن اینه، ارتباطات تو متوجه میشی و این برات جذابیت پیدا میکنه. متوجه شدم که کتاب رو خونده و تحسینش کرده و خیلی استقبال کرده از متنی که استاندال نوشته و اینها. و تو کتاب زنبق دره در واقع میشه گفت عین همین روایت یه جورایی وجود داره. البته اونجا داستان خب فرق میکنه، ولی خب اونجا هم یه عشقیه بین یه جوون خیلی کم سن و سال و یه خانمی که متأهله و حالا اونجا به خواست جسمانی نمیرسه و اتفاقهای دیگه میفته، ولی خب انگار تقریبا یه جورایی شبیه به هم دیگه. و من توی سرچ که کردم متوجه شدم که اصلا حضور ناپل اون در فرانسه و با به قدرت رسیدنش و اینها یه باوری رو تو اروپا ایجاد کرد، انگار تو فرانسه و تو کشورهای اطراف، اینکه تو اگر جوانی باشی که جاه طلبه میتونی به هر چی که میخوای برسی. تا قبل از ناپل اون رسیدن به یه مقامی انگار یه سلسله مراتبی داشت و تو اگر جزئی از خاندان اشراف بودی فقط میتونستی مثلا یه موقعیت رو به دست بیاری. ولی ناپل اون یهو همه این ذهنیت ها رو به هم زد و انگار جوانها رو شیفته خودش کرد که ببین اگه یه همچین شخصی تونسته مثلا به یه جایگاهی برسه من هم میتونم. و به خاطر همینه که توی اکثر نوشته های نویسنده های این دوران این خیلی خودش رو نشون میده، یک جوون جاه طلبی که هوش خوبی داره ولی از موقعیت پایینی داره میاد و خودش رو به یه مرتبه این میرسونه. حالا من نمیدونم تو کتاب استاندال چه اتفاقی میفته آخرش، یه حدسی میزنم با توجه به اون داستانی که آقای صحابی تعریف کردن توی مقدمه که استاندال از اون اقتباس کرده و کتاب رو نوشته، ولی باز هنوز اینجوری هم که چه اتفاقی قرار بیفته. و این از این دیگه. حالا چیزایی که میدونستم و بهتون گفتم. تو ادامه هفته ببینیم که چی پیش میاد، اصلا میتونم تو این هفته تمامش بکنم یا نه. پس فردام تولدمه و درگیر اون سوگ تولدم و من هیچ وقت روزهای قبل از تولدم آدم خوشحالی نیستم. نمیدونم حالا توی 2-3 روز دیگه وقت کنم براتون ویدیو بگیرم یا نه. آخر هفتم قرار برم جایی و نیستم. امیدوارم که حالا بشه بیام صحبت بکنم باهاتون و ویدیو بگیرم. بریم ببینیم این هفته چی پیش میاد دیگه. امروز پنجشنبه است و یادتونه بهتون گفتم که دوست دارم تا آخر مرداد سرخ و سیاه رو تموم کنم. فکر نمی کنم که بتونم
چون قرار گذاشته بودم که روزی 40 صفحه 50 صفحه اینا بخونم، ولی این هفته انقدر درگیر بودم و خب تولدم هم بود، بعد یه سری کارا پیش اومد تو خونه، بعد خیلی خلاصه شلوغ بود، هفته شلوغی بود و خیلی درست حسابی نتونستم کتاب بخونم. و الان صفحه، نمیدونم ویدیویی که قبلی که گرفتم صفحه چند بودم، فکر کنم 300 اینا بودم، فکر کنم یه 100 صفحه خوندم. الان صفحه 435م و همونطور که بهتون گفتم حدود 600 صفحه است و در واقع چقدر میشه 100 و خورده ای صفحه مونده دیگه، فکر میکنم 150 صفحه میشه، ریاضی میزنیم، 100 و خلاصه خورده ای صفحه مونده و نمیدونم که آیا تا یک شنبه تموم میشه یا نه، چون امروز هم قراره بریم یه جایی و خب کتاب با خودم میبرم، ولی نمیدونم که آیا میتونم اونجا بخونم، کتاب زیاد بخونم یا نه، چجوری هست. امیدوارم که بشه و چون وقتی میریم جایی من اصولا یه ذره از جمع فاصله میگیرم، مسئولیت های مادرانگیمو میسپرم به بقیه و یه ذره سعی میکنم که کتاب بیشتر بخونم و اینا. حالا نمیدونم اونجا میشه یا نه. و یه چیزی که توی این 100 صفحه‌ای که خوندم متوجه شدم و دوست داشتم بیام راجع بهش حرف بزنم اینه که یادتونه من بهتون گفتم که نبوغ استاندال کجاست؟ من فکر کنم نبوغ استاندال در همین شخصیت پردازیشه، یعنی شخصیت هایی رو ساخته که تو اصلا اینجوری که نمیتونی ازشون سر در بیاری. به نظرم اولین تلاش هایی که نویسنده های اون دوران داشتن برای ساختن شخصیت های پیچیده میکردن. حالا شخصیت پردازی که توی رمان های روسی هست و نویسنده های روسی شخصیت هایی رو میسازن که تو اصلا اینجوری که وای اصلا چه عجیب، چقدر به پیچیدگی انسان نزدیکه شخصیت هاشون، چون 0 و 100 نیستن، توی یه طیف حرکت میکنن و تو همش اینجوری که انگار نیت هاشون رو میتونی متوجه بشی، به عمق اون شخصیت پی ببری و اینا. استاندال هم داره این تلاش رو انجام میده و این شخصیت ها رو میسازه. چیزی که برای من خیلی جالبه و شخصیتی که خیلی علاقه‌مند شدم بهش ماتیلده. یه دختره مثلا 19-20 ساله اشراف زاده است که بین این و جولیان یه رابطه عاشقانه شکل میگیره و این در واقع عاشق جولیان میشه و جولیان رو هم عاشق خودش میکنه. من اسپویل میکنم تا یه حدودی داستان رو مثلا توضیح میدم، حالا امیدوارم که اذیت نشین، اگه اذیت میشین این بخش رو رد کنید بره. و جولیان رو هم عاشق خودش میکنه و جولیان توی این مسیره که یهو میبینه که مثلا ماتیلد عاشقش شده و یه کار جسورانه میکنه در قبالش و این هنوز اول اون خودخواهی است و هنوز غرورش اینجاست، میگه که ایول منه مثلا فقیره نمیدونم پافتی و اینا یه دختر اشراف زاده عاشقم شده، اونی که به این نگاه نمیکنه به اون نگاه نمیکنه فلان عاشق من شده و اینا، ولی غافل از این که ماتیلد شخصیت بسیار پیچیده‌ای داره و عزیزم فکر نکن که اینطوری به این سادگی ها مثلا زدی و رفتی، اینجوری نیست اصلا. ماتیلد یه جوری رفتار میکنه و یه جوری تو این طیف عاشق و معشوق حرکت میکنه که آخر این جولیان بیچاره رو از اون غرور و خودخواهیش میاره پایین. ماتیلد چه شخصیتی داره؟ شخصیتی داره که مثلا از این زنها نیست که مثلا با محبت ساده خر بشه و ایناست، از ایناست که عاشق رشادت و شجاعت و یه سری عشقهای خیلی هیجانی و
اونایی که خطر توش داره و ایناست، عاشق همچین چیزهاییه. مثلا راجع به یکی از اجدادش مثلا صحبت میکنه و خیلی اون رو دوست داره، به خاطر اینکه اون معشوقه یه مردی بوده که معشوقه یه ملکه بوده و وقتی که شاه متوجه میشه رو خلاص اعدام میکنه و اینها، و این ملکه یه جوری با رشوه دادن و اینا از اون جلاد معشوقش میخواد که سر معشوقش رو براش بیاره و این حرکتی که اون ملکه انجام میده و خلاصه این رشادت ها و این عاشقانه هایی که بین اینها هست انقدر بر ماتیلد جذابه و یه جور الگوه. گفتم که خیلی به ناپل اون ارادت داره استاندارد و شخصیتی رو ساخته که عاشق ناپل اونه و یهو ماتیلد وارد میشه که اون هم با اینکه اشراف زاده است خیلی به دوران ناپل اون علاقه داره و عاشق ناپل اونه و ترجیح میده که اگر کسی میخواد بیاد و عاشقش بشه، مثلا به جای اینکه اشراف زاده باشه کاش یکی از سربازهای ناپل اون بود. همش میگه که این آدم هایی که مثلا عاشق منن همشون از شهامت و دلاوری و اینا بدورن. مثلا اگر یه اتفاقی بیفته اینها نمیرن به جنگن و اینا، قشنگ یه آدم چیز میخواد، شمشیر زن میخواد. و خلاص خیلی شخصیت زن جالبیه. همه چیز داره، ثروت داره و زیبایی داره و همه چیزی که آدم ها رو شیفته خودش میکنه داره، ولی دوچار ملاله، اصلا نمیدونه که چجوری از این حس بیاد بیرون. بعد یه شخصیت شوخ و جسور و اهل خطری داره. مثلا یه سری عاشق داره که به اینا نامه هایی می نویسه که اگر مثلا لو بره این حیثیتش به فنا میره و اصلا نمی ترسه از اینکه این کار رو انجام میده. و خلاصه جولیان رو یه جورایی عاشق خودش میکنه دیگه. یه سری اتفاقها میفته که هی هرچی جلوتر میره احساس میکنه که عاشق جولیانه و به جولیان اعتراف میکنه و جولیان میگم غرورش اینجاست و وقتی میبینه که بعد یه با خودش یه عهدی میبنده جولیان که مثلا آره من اینو عاشق خودم میکنم و اذیتش میکنم، ولش میکنم و از این دیای کثیف. بعد ولی یه جوری ماتیلد این رو در چنگ خودش میگیره و یه جوری ورق برمیگرده که جولیان یک جوری شیفته و عاشق ماتیلد میشه که داره از دست میره. توی همین مسیر ماتیلد با صحبت‌هایی که با جولیان میکنه یه جورایی وقتی اون ابراز عشق میکنه انگار این پا پس میکشه، یعنی هم میخواد که جولیان بهش ابراز عشق کنه، هم یه جورایی میخواد این کار انجام نده، یعنی خودش هم نمیدونه دقیقاً چی میخواد. انگار هم میخواد زیر سلطه جولیان باشه، اما تا جولیان میاد یه ذره مثلا سلطهش رو نشون بده اون اینجوری که چی؟ من زن اشراف زاده فلان فلان فلان، این مثلا به خودش جرأت میده که مثلا با من اینجوری صحبت کنه و این کار بکنه و اینها، پا پس میکشه عقب. بعد توی همین رفت و برگشت تنها جولیان بی نهایت شیفته ماتیلد میشه و یه جوری که داره از دست میره دیگه و غرورش اینجوری میاد پایین و حاضر میشه که همه کاری برای ماتیلد بکنه دیگه. و گفتم جولیان یه شخصیتی داره که هم خیلی جاه طلبه، هم خیلی مغروره و انگار اون محبتی که از کودکی دریافت نکرده رو بهش یه خشمی داده، یه عصبانیتی بهش داده که میخواد عقده همه چیز رو سر همه آدم ها خالی بکنه و
خیلی از اون طرف کسی که همچین شخصیتی داره خودش رو تحقیر میکنه، خودش رو سرزنش میکنه و وقتی در این اتفاق بین ماتیلد و جولیان میفته شروع میکنه از اون طرف بوم افتادن و یهو خودش رو تخریب میکنه، سرزنش میکنه، به خودش توهین میکنه و کسی که تا مثلا 3-4 صفحه قبل اینجا بود و میگفت مثلا من چقدر خفنم که یه همچین دختری عاشق من شده و من اصلا پا پس میکشم و اذیتش میکنم و اینا، یهو اینجوری بود که تو خود من دوست داشته باش و محبت کن و مثلا اینجوری. و احساس میکنم خیلی عامیانه دارم حرف میزنم، توضیح میدم. روح استاندال بنده خدا داره اذیت میشه، من عذرخواهی میکنم ازش. ولی خب این چیزیه که من مثلا برداشته که من دارم دیگه، حالا نمیام عین متن رو براتون بگم که و همیشه یه روحیه‌ای که دارم این چیزها خیلی برام مثلا حالت طنز پیدا میکنه، یعنی خیلی راحت غم و درد رو میتونم به اون فرم طنزش برگردونم، یه روحیه طنزی دارم تو وجودم، بخاطر همین اینجوری دارم براتون توضیح میدم و اینا. ولی خیلی خلاصه این شخصیت ماتیلد شخصیت جالبیه و قشنگ در مقابل اون خانم دورنال که رابطه عاشقانه داشت اول با جولیان قرار میگیره. اصلا اون اینجوری بود که خودش رو میخواست فدای جولیان بکنه و اصلا هیچ انگار چارچوب و قاعده‌ای سعی میکرد داشته باشه و فکر میکرد که داره ولی نداشت و هیچ شجاعت و هیچ چیزی از خودش نمیتونست نشون بده. میدونین چجوری میخوام بهتون بگم؟ یعنی خب خیلی به خاطر جولیان خطر میکرد ولی انگار خودش رو تماما فدای جولیان کرده بود و دیگه عقل باخته بود. یه جایی مثلا استاندال راجع به ماتیلد میگه که توی یک لحظه چنان شیفته شد و چنان عقل باخت که تفاوتش مثلا با وقتی که عاقلانه عاشق شده بود مثلا در این بود که فلان داشت توضیح میداد. یعنی از نظر استاندال هم ماتیلد یه عشق عاقلانه ای داره، در صورتی که توش خطر هست، توش مثلا آسیب ممکنه باشه ولی از روحیه ماتیلد میاد، یعنی به خاطر جولیان خطر نمیکنه چون خودش این روحیه رو داره و عاشق خطر کردنه و جسارت کردنه و آدم جسوریه داره این کار رو انجام میده، به خاطر یه نفر دیگه این کار رو انجام نمیده و اصولی داره و به اصول خودش پایبنده. راجع به اظهار نظرهای استاندال براتون گفتم دیگه. اینجا رسیدم به اون بخشی که آقای صحابی نوشته بودن که استاندال میگه که رمان مثل یه جاده، مثل یه آینه ایه. کجا نوشته بود؟ بذارین بهتون نشون بدم. رمان آینه ایه که توی جاده بزرگی در حرکته. اون جمله ای که استاندال گفته بود و توی مقدمه آقای صحابی نوشته بودن، قشنگ یک صفحه میاد اظهار نظر میکنه و اینجا میاد میگه که نتیجه این شب دیوانگی این بود که پنداشت که توانسته بر عشقش پیروز شود. اینجا داره راجع به ماتیلد صحبت میکنه و بعد میاد پاراگراف باز میکنه میگه که این سطور از چند جهت به زیان مؤلف نگونبخت خواهد بود. جانهای یخین او را به وقاحت متهم خواهند کرد. بعد اومده یه توضیح طولانی داده راجع به این که ببین من اگه دارم راجع به جوانان پاریسی مثلا اینجوری صحبت میکنم و میگم اینا اینجوریان و اونجوریان و اینا، ممکنه که شما من متهم بکنین یا مثلا به هم خورده بگیرین و اینها. مثل این جمله های بامزه هست که مثلا تو فیلم ها نشون میده، میگه که راجع به صنفی صحبت میکنم بعد میگم با احترام به مثلا فلان مثلا میگم با احترام به همه مثلا پزشکان، این پزشکان مثلا فلان فلان فلان. این
تیکه بامزه هست تو فیلم های مثلا کمدی و خنده دار. این دقیقا عین همونه. قشنگ داره راجع به مثلا ماتیلد و جولین صحبت میکنه که این جوونا چرا اینجوریان، چرا این کارا دارن میکنن و فلان و اینا. بعد میگه که ببین من اگه دارم میگم اصلا اهانت نمیکنم، قصد توهین ندارم و اینا، مثلا فقط دارم ماتیلد رو میگم یا همچی چیزی. بعد اینجا راجع به اون مثالش صحبت میکنه که رمان مثل آینه ایه، جاده بزرگی در حال حرکته، گاهی آبی آسمون رو نشون میده، گاهی هم گلولای و تپه چاله ها رو، و شما میایین اون آینه رو متهم میکنین در صورتی که باید بیاین جاده رو درست کنین. و آخرش میگه که حال که توافق شد که وجود شخصیت ماتیلد در قرن ما قرن احتیاط و پارسایی محال است، کمتر نگرانم از این که مبادا با ادامه توصیف دیوانگی های این دختر دوست داشتنی باعث آزردگی شوم. یعنی خودش عاشق ماتیلده، عاشق این شخصیته، و از طرفی هم خب یه ذره بهش هم خوردم میگیره و اون رو نمونه ای میدونه از جوانهایی که در این قرن دارن زندگی میکنن و به قول خودش قرن پارسایی و احتیاطه. و اینجاش خیلی جالب بود برای من تو این صفحه که داشتم میخوندم. جالب بود دیگه، شخصیت ماتیلد رو خیلی دوست دارم و خیلی از این شخصیت خوشم میاد و شخصیت جالبیه به قول خودش در قرنی که استاندال داره این کتاب رو مینویسه و میدونیم که زنها چقدر محدودن و چقدر میتونه با یک اتفاق آبروشون ریخته بشه و زندگیشون از دست بره و اینها، و ماتیلد اصلا به هیچ کدوم از اینها توجه نمیکنه. باید کتاب رو بخونین تا شخصیت ماتیلد رو متوجه بشین. شاید من خیلی خوب نتونم براتون توصیفش بکنم، ولی جزئی از شخصیت زنهایی میشه که برام تو کتاب ها خیلی جالب بودن و تا حالا در این قرن احتیاط و پارسایی اینجوری رو نخونده بودم، همچین شخصیتی رو ندیده بودم توی این کتابایی که خوندم تا حالا. خلاصه که از این دیگه، حالا ببینم که توی 3-4 روز آینده میتونم چند صفحه بخونم و امیدوارم که بشه کتابو تمام بکنم. امروز یک شنبه است و من همین الان کتاب رو تموم کردم و گفتم که تا داغه بیام دیگه راجع بخش پایینش باهاتون صحبت بکنم و پرونده رو ببندم. بعد من همش تو ذهنم اینجوری بود که دوشنبه اول شهریوره، گفتم تا دوشنبه کتاب رو تموم میکنم. بعد یهو تقویم رو نگاه کردم، نه، یکم شهریور میشه یک شنبه تازه. اصلا من فکر کردم مثلا یک شنبه 31 که زمان بندیم کلاً ریخت به هم و تونستم تازه امروز کتابو تموم کنم. اصلا بهتون بگم که این 100 صفحه آخر هر لحظه اینجوری بودم چی شد؟ خب میدونستم که یه جنایتی اتفاق میفته، یه مثلا حادثه اتفاق میفته و اینا، در واقع نمیشه گفتش جنایت، چون جنایتی اتفاق نمیفته، قصدش وجود داره ولی اتفاق نمیفته. حالا چون نمیخوام اسپویل کنم دارم یه جوری میگم که شما سر در نمیارین، شاید حالا اسپویل هم بکنم، ولی یه چیزی میخوام قبلش براتون توضیح بدم. اینجوریه که استاندال برای اینکه حادثه ها رو بهتون بگه توی این 100 صفحه آخر اصلا مقدمه چینی نمیکنه. اصلا براش مهم نیست که مثلا آخر فصل، اول فصل، وسط کتاب، آخر کتاب، آخر جمله از جمله آخره، اصلا یهو میکوبونه تو صورتتون. از اون
زمانی در کتاب که حادثه های آخر کتاب شروع میشه یهو همینجوری هی اتفاقا رو میگه و من اینجوری بودم چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ اصلا واقعا برام عجیب بود این شیوهی از ساندال و خیلی شوک به هم وارد میشد یهو. تا اونجایی بهشون گفتم که ماتیلد و جولیان هی در عشق پا باز میکشن و میرن جلو و خودشون نمیدونن چی میخوان و اینها، تا به جایی میرسه که جولیان یه شخصی رو میبینه که فرد روسی بوده، بعد بهش یه ترفندی یاد میده، میگه تو بیا این کار رو انجام بده. ماتیلد دوباره به تو برمیگرده و عشقش رو به تو نشون میده و همین اتفاق هم میفته و دیگه این دوتا رابطهشون شروع میشه و در واقع جولیان با اینکه خیلی عاشق ماتیلد بوده ولی یه شیوهی رو پیش میگیره که خیلی هم بهش نشون نده که عاشقشه، چون با روحیه مغروری که ماتیلد داره میدونه که اگر بهش نشون بده که اون رو دوست داره اون دوباره هم رفتارهای قدیمیش رو پیش میگیره و دیگه اصلا بهش اهمیت نمیده و دیگه دوستش نخواهد داشت و اینها. اومدن اینو اسپویل بذارم براتون و بگم دیگه. یه اتفاقایی میفته، البته یه سری جاشو نمیگم که خودتون بخونین و یهو اینجوری بشین. اتفاق ها میفته که دوباره خانم دورنال، همون خانومی که در ابتدای کتاب رابطه عشقی داشته با جولیان، حضور پیدا میکنه و جولیان یه گناهی مرتکب میشه و یه خطایی مرتکب میشه و در حین انجام، یعنی بعد از انجام اون خطا و گناه، یه جوری انگار متوجه میشه که خانم دورنال رو دوست داره و به مرگ محکوم میشه در آخر کتاب جولیان. و دامنی که جولیان میکنه بین عشق و دوست داشتن این دو زن و جوری که ماتیلد خودش رو فدای جولیان میکنه و جوری که خانم دورنال عاشق جولیانه، توصیفاتش واقعا عجیب و غریبه. یعنی یه شیوه ای از عشق بین اینها که اصلا تو میگی خب چرا شما این آدم رو دوست دارین؟ و جولیان در سراسر کتاب همش تنهاست دیگه، یعنی آدمیه که پدرش دوستش نداره، خانوادش دوستش ندارن و آدم تنهاییه، ولی هم عشق این دوتا زن رو داره، هم یه دوست خیلی خوب داره. اصلا این سه تا آدم هر کاری جولیان میکنه برشون مهم نیست انگاری و چشم بسته عاشقشن. خلاصه که این 100 صفحه آخر از این جهت برای من جذاب بود که اصلا به کشداری اون 400 صفحه 500 صفحه اول نبود. یهو میخواست همه اتفاقها رو بهت بگه و در جمله های کوتاه کوتاه، مثلا بدون هیچ زمین چینی، بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون اینکه اصلا توصیفی بکنه این اتفاق افتاد، جمله بعدیش اتفاق بعدی افتاد و همینجور پشت سر هم. و دیگه این 100 صفحه آخر کتاب دستم نمیتونست بیفته، میخواستم چه اتفاقی میفته و خیلی جذاب بود این 100 صفحه آخر. به نظر من نقطه اوج کتاب بود و 2 جمله آخرش اصلا اینجوری بودم که چی؟ مثلا انگار آب یخ ریختم تو سرم. همون یعنی در واقع همون شیوهی عشقی که در زن بغبغه میخونیمش و همون اتفاقها به یه شکل دیگه ای تو اون میفته، اینجا هم میفته و عشق آرمانی دیگه، یه عشقی که اصلا تو میتونی خودتو فدای معشوقت بکنی اینجوری.
و شخصیت جولین آیا در آخر برای من پذیرفته شد، یعنی شخصیتی بود که من بتونم در آخر کتاب ببخشمش؟ فکر میکنم نه. و گرچه در آخر کتاب پشیمون بود از کارهایی که کرده، ولی همچنان به نظر من پشیمونیش اونقدر نبود که منو قانع بکنه. یعنی این همه زندگی رو که خراب کرد و داغون کرد، به اندازه این آسیب هایی که زد پشیمون نبود و همچنان غرورش رو داشت، در صورتی که هی رفت آمد میکرد بین این غرورش و این سستی و در واقع ضعفش. و یه صحنه هم بود که پدرش اومد به ملاقاتش و با رفتاری که پدرش میکرد تو متوجه میشدی که مگه میشه یه پدر در این شرایط هم انقدر به بچهش بی‌عاطفه باشه. انگار که اون عشق هایی رو که از خانواده دریافت نکرده بود توی وجود این دوتا زن میدید و نمیدونم عشق جاه طلبانه‌ای داشت به ماتیلد که چشمشو گول کرده بود. احساس میکنم نتونسته بود استاندال خیلی خوب این دوتا رو از همدیگه متمایز بکنه. و خب چیزی که تو پس زمینه کتاب خیلی خیلی مطرحه و اصلا به قول آقای صحابی شبه مستنده، اتفاقهایی که در فرانسه اون زمان در جریان انقلاب 1830 در پس زمینه کتاب داره خودش رو نشون میده، شرایطی که باعث میشه دوباره انقلاب اتفاق بیفته. اون شرایط و از دین و از هر چیز دیگه ای که باعث این اتفاقاست متنفر بشم. و خودش هم هی داره میگه که در قرن مثلا عجیب 19 یا این قرن 19 همش این عنوان رو، این جمله ها رو هی تکرار میکنه. و یه چیزی که باید بدونیم اینه که خب فرانسه از انقلابش که در 1789 فکر میکنم اتفاق میفته تا اواسط قرن 19 حتی درگیر انقلاب‌های دیگه و شرایط دیگه است و هی بین اشرافیت و حالا جمهوریت و این چیزا و همه اینها در حرکته و در نوسانه، نه در نویسنده های فرانسوی بلکه در جامعه اروپای اون زمان تأثیر گذاشته و نیم نگاه همه نویسنده ها یه جورایی به فرانسه و انقلابشه. به خاطر همین فکر میکنم خیلی بیشتر باید برم راجع به اون دوران بخونم و بدونم، چون توی آثار اکثر نویسنده هایی که قراره در ادامه بخونم احتمالاً اینها خیلی نمود پیدا میکنه و خوبه که اطلاعاتمو تو این زمینه ببرم بالاتر. و که در آخر کتابم آقای صحابی اومده بودن به خاطر این پس زمینه سیاسی و تاریخی که کتاب داره توضیح داده بودن انقلاب فرانسه رو، دوران ناپلئون و بعد از ناپلئون و اونم خیلی توضیحات خوبی بود، یا دید خوبی میداد و خوبه که آدم مثلا اوایل کتاب بره اونو بخونه. من همش گفتم بذار آخر کتاب برم بخونم، ولی به نظرم خوب بود که آدم همون اوایل مثلا بره بخونه. حالا شما مگر کتابو خوندین و نکته میتونین اضافه کنین به توضیحات من که من نمیدونستم و میتونه جالب باشه برای من و بقیه، خوشحال میشم اگه بنویسین. امیدوارم که این ولاگ خیلی خستتون نکرده باشه و خیلی حرفام مثلا نامربوط نبوده باشه و پراکنده نبوده باشه و اینها. و همین دیگه، تا بعد.